میدونی کوفته فقط یه غذا نیست، یه قصه است. قصه‌ای که از دل آشپزخونه های زنهای ایرانی شروع شد. میگن اولین کوفته تاریخ ایران توی تبریز پخته شده. اونم نه برای سیر شدن، برای عاشق شدن. حدود 400 سال پیش زمان شاه عباس صفوی یکی از ندیمه های دربار عاشق یه سرباز ساده میشه، اما عشقشون ممنوع بوده چون دختر از خاندان بالا بوده و پسر فقط یک نگهبانی توی کاخ بوده. دختر روزها بهانه میاره که به آشپزخونه سلطنتی سر بزنه و از اونجور که با قابلمه بزرگی با گوشت و برنج و لپه و آلو و اینا پر شده بود یه قلب کوچیک میذاشت، نه از طلا، از امید. اون غذا رو کوفته نامیدن چون برنج و گوشت رو کوفته بودن، یعنی کوبیده بودن. اما راز اصلیش این بود که توش عشق قایم شده بود. شبی که شاه عباس اون کوفته رو خورد گفتش که این فرق داره، کی اینو درست کرده؟ اون شب بود که دختر قصه برای عشقش بخشیده شد و کوفته شد غذای خاص وصل. از اون روز به بعد هر زنی که دلش تنگ بود یا آرزوی وصال داشت کوفته درست میکرد، شاید فقط برای اینکه دلش یه جوری سبک شه. عالیه، حتما امتحانش کنید.